سلام، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته شما با ما همراه هستید چون میخواید حرف حساب بشنوید. این هفته مصاحبه مستندساز امنیتی سپاه موگویی با عراقچی در رابطه با اسرار نظام مثل یک بمب خبری بود توی آشفته بازار رژیم. اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه. این هفته قلنج جنگ طلب‌های رژیم عود کرده بود که انتقام می‌خوردند، می‌پوشیدند و نفس می‌کشیدند. باید چه شکلی باشه انتقام؟ به شکلی که مردم واقعاً از اون عمل راضی باشه. لباس ولایت فقید برای بچه خامنه‌ای خیلی گشاده. با یه مش مسخره بازی چندشاور حالا می‌خواین رو بهش بخورونن. آقا جان نمیشه. به زور نمیشه کرد. یعنی ما میگیم کشف یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و یه خبر خوب این هفته اومد که یک داروی لاغری کشف شده که کبد چرب رو هم درمان میکنه که ما توی این برنامه نه تنها به این موضوع نمیپردازیم، حتی اسم اون دارو رو هم نمیگیم. این هفته اما مجتبی یه پیام داد که یکی به نر زد، یکی به میخ، طوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، که این وسط هر اتفاقی هم افتاد این بگه که من که گفتم. هم به اونهایی که به تیم مذاکره حمله میکنن تاخت و هم یه قدم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنن به اینا، اصلا این سرمایه است. تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولاً ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد. دیدین؟ با مارمولک بازی و لایی کشیدن بین باندهای مختلف رژیم میخواد خودش رو از عواقب همه چی در ببره. یه جوری میگه که انتقادها باعث تداوم رونق و شکوفایی شده که آدم احساس میکنه که انگار مثلا این جنگ و دعواها در درون رژیم مثل نیروگاه داره برق تولید میکنه. اگر اینطوریه یه چند مگاوات برق به شبکه تزریق کنید، این ناترازی برق رو هم حل کنید دیگه. این هفته توی همین حال و هوا بودیم که مصاحبه موگویی مستندساز امنیتی سپاه با عراقچی یه سونامی رو انداخت که موجش انسجام و وحدت مقدسشون رو جر و واجر کرد و رفت. تونل نرفتید شما؟ بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی تونل که همه میدونن، تونل هست و همه میرن. نه آقا جاشم من بگم همه میدونن. داستان از این قرار بود که عراقچی یه گفتگوی 1 ساعت و نیمه داشت که ظاهراً 1 هفته قبلتر هم ضبط شده بود. یعنی یه حرفایی زده که نباید میزد و هیچ کس انتظارش رو نداشت، اون هم وسط جنگ با همه بحران‌ها. دیدین دوستان چی گفت؟ اول که پته همه چی ریخت روی آب که در شرایط بحرانی 4 جلسه توی یک منطقه حساس توی 1 ساعت مشخص گذاشتن. بعدم یکی رفته خبرش رو در واقع لو داده یا داده. حالا گیجتر از عراقچی این مجریه است، این مصاحبه کننده موگویی مستندساز اطلاعات سپاه که این وسط یو کشف میکنه که این دیگه کار هوش مصنوعی نبوده، نه بابا این نفوذ بوده. اما نکته مهم اینه که میگه این نفوذ همین حالا هم هست که داره توی فضای روانی و تصمیم گیری های نظام نقش آفرینی میکنه. یه بخش دیگه هم ببینیم. تونل نرفتید شما؟ بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی تونل که همه میدونن، تونل هست و همه میرن. نه آقا جاشم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز ته پیروزیه، یه دونه هم که اون بالای چی اسمش، بالای دربنده
اونجا هم زده تازه. نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید. نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن. نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتم، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته تونل‌های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالا شما در جریان باشید. و بعضی جاها هم حالا تونل نه، ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه بذار اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود. دوستان دیدین اونایی که سوالشون بود که اطلاعات رژیم چجوری لو میره، مثلا چجوری اطلاعات سران نظام رو در میارن، این مثلا مجری اطلاعات سپاهه، به این عراقچی هم میگه که سابقه اطلاعاتی داره. حالا همین موقعی تونل ها رو لو میده با آدرس و شماره پلاک دقیق، بعد عراقچی میگه همش که اینا نیست، بیشتر هم هست. بله ببینم مطمئنی لوکیشنشون رو شیر نکردی؟ این دیگه که نفوذ نمیخواد که. حالا شما حساب کنید توی 1.5 ساعت این مثل نقل و نبات از این حرفا زد که فرصت نیست ما الان با همش بپردازیم، ولی همین بود که شد یک سونامی رسانه‌ای و باندهای حلیف همین مصاحبه رو دست گرفتن. مثلا روزنامه جوان نوشته حالا وقت گفتگوهای اینچنینی نیست، گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمیشد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می کند. در این مستند استدلالها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. اما حمله رجانیوز باند سعید جلیلی اون هم جالبه. ببینید گوش کنید. میگه فارغ از این که افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمن می شود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ می کردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت آمد فرماندهان را می دهد. عراقچی با این مصاحبه میخواست هم نظامشون رو مقتدر نشون بده، هم یه جوری قیمت و هزینه خودش رو به عنوان مذاکره کننده برای نظام بالا ببره. ولی خب میبینید که نشد که بشه، به جا شد صحنه جنگ و دعوا و تکمیل بانک اطلاعات دشمن. اما حالا قلنج انتقام توی این رژیم که بدجوری عود کرده، خونه دار، بچه دار، زنبیل و وردار و بیار، انتقام داریم براتون. حالا اگر ازشون بپرسی که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید. باید چه شکلی باشه انتقام؟ به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت خواهان انتقام باشه و رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه منافاتی با مذاکره نداره. مذاکره هم میتونه در مسیر تأمین منافع ملت باشه. انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعداً انشاءالله این رو توضیح بیشتر بدیم. جناب فرمانده که ما امیدمون به شما بود، غیرتتون کجا رفته؟ شرافتتون کجا رفته؟ از کی دستور میگیرید شما؟ مگه امام ما نفرمود جای مستکبران در قهر آبهای این مملکته؟ کی گفت؟ به من گفت؟ به سیاسیون گفت یا به شما؟ یک بار لازم است یک نفر بی پرده به شما بگه مردم از شما انتظار داشتن و دارند و شما این اعتماد رو خدشه‌دار کردید. باید بیاید پاسخگوی ملت باشید و باید برگردید به شرایط میدانی که عزت آورد برای ما. خب دوستان دیدین ظاهراً به تعداد عوامل و سران این رژیم راه گرفتن انتقام وجود داره. ببینید حتی یک کلمه نیست که اینا سرش وحدت داشته باشن، چه برسه نمیدونم به مسائل دیگه و وحدت مقدس. سر یک کلمه نمیتونن توافق کنن. حالا به قولی هر دم از این باغ بری میرسد. اینا کم بود. حالا این یکی هم نها کنید، دید که تنور انتقام داغه، گفت که یه بیزنس انتقام هم درست کنیم. ببینید اجازه بدید امشب این کلاه رو در میارم. خواهرها هم اینجا، همین خواهرهایی که هر شب حتما پرشور
شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن تو این کلاه. حاضرید برای انتقام فقط با شعار نیست، عملا کلاه رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. ماهی $1 پول $1 180,000 تومان واریز کنن. اگه ملت ایران 12 ماه این کارو بکنن حدود $1 میلیارد میشوند. به هر آمریکایی به $1 میلیارد میدین برو ترامپ بکش، حتما میرن، تو اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن. ملاحظه کردین دوستان؟ ببینید چی میگه من کلا رو میچرخونم، طلاهاتون رو بریزید این تو، قشنگ بره توی جیب من، بعد انتقام گرفته میشه. یعنی این مکانیزم رو میبینید، قشنگ رابطه مستقیم رو میبینید. آجی این شیوه سرکیسه کردن و دزدیه. یعنی اینا به همون بسیجی هایی که به قول خودشون چند ماه تو این سیرک شبانه میان، به اونا هم رحم نمی کنن، این تلکشون میکنن، چه برسه به مردم ایران. بعد از کشته شدن خامنه ای اینها اومدن به نوعی قورباغه رو جای فلوکس واگن جا بزنن و این بچه کیم رو با 1000 دغل و دروغ یه جوری مثلا سایز باباش کنن که تا حالا هم موفق نشدن. حالا این هفته به شیوه های جدیدی رو آوردن. یه نمونهش رو ببینیم. نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبالن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود. ببین دیر آمدی ای نگار سرمست، این رو قبلا رفتن این شیوه سوخته دیگه، نخنما شده بابا. ببین شاه میگفت من سایه خدام ذل الله هم، ولی فقیه هم که میگفت نائب امام زمانه. حالا این یکی انقدر روش زیاده میگه مستقیم انتخاب شده، اونم نه آنلاین ها، غیر حضوری، نه مستقیم. والا ما که نمیدونیم اینا دقیقا چی میزنن. حالا فاز مسخره بازی هم اینجورایی داره، نگاه کنین. بچه امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرمون سید مجتبی شنیدم. یکی از بچه‌های حوزه علمیه‌مون داداش شاگرد سید مجتبی بودن. بعد تعریف میگن که سید مجتبی خیلی شوخه تو کلاس و اینا. یک روز وسط کلاس مثلا یه استراحت 5 دقیقه که میره بیرون، برمیگرده میره و کلاس به هم ریخته، همه و اینا. میبینه هیچ نمیتونه ساکت کنه، میره یه پاچه آورنده و همه بچه‌ها میریزه. بعدش بچه‌ها میان میگیرنشون کنن، قلقلک دادنش و اینجور چیزا. اون خوشچش به اصطلاح کارشناس رژیم رو یادتون هست دیگه، همونی که میگفت جنگ نمیشه، همونی که میخواست با تئوری جو اقتصاد رژیم رو نجات بده. حالا این ابر استراتژیست نظام راهکار نجات رژیم رو از بنبست فعلی پیدا کرده. خودتون ببینید. اما قبلش به نظرم کارشناس‌های امور استراتژیک نوت بردارید حتما که بی بهره نمونید. راهی نداره جز این که بزن. حالا چی رو بزنیم، کیو بزنیم، چطور بزنیم، این تصمیم حاکمیته. آپشن‌های مختلفی شما داری. باز دوباره تاکید میکنم، اگر رفتی با ترامپ، یعنی خواستی بری آمریکا رو بزنی، به این دلخوش ندارید که حالا رفتیم 4 تا پایگاه زدیم و 4 تا زرادخونه‌شو گرفتیم و نه، چون میاد پله پله میریم بالا. نه، نمیتونه آبرو اعتبارش نابود میشه. مثل او چطور تئوری نظریه مرد دیوانه رو بازی میکنه، بازی مرد دیوانه میکنه، تو هم باید نشون بدی دیوونه نیستی ها. نه اون دیوونه است، نه تو نشون بده تا بیخش هستن. واقعا حیف نیست این خوشچش رو که سوگلی شبکه افقه به نظرم با این افکار مششش باید بدنش توی کپسول زمان نگهداری کنن برای نسل‌های آینده. با این تئوریایی که داره حیف توی این دوران استعداداش داره تلف میشه. ببینید، بذارید آیندگان ببینن ما با چه نوابغی سر و کار داشتیم تو این زمونه، بذارید بفهمن دیگه با چی کشیدیم.
البته توی این نظام شما نیاز نیست ادای مرد دیوانه رو در بیارید. ببین تو خود اصل جنسی، تو دیوانه‌ای. توی این شرایط وضعیت بد اقتصادی که رژیم ایجاد کرده و متاسفانه به نقطه‌ای رسیدیم که زندگی برای مردم باقی نمونده. از اون طرف سران و مهره‌های رژیم روی زخم مردم همزمان نمک هم میپاشن. اول یه خبر خوب بدم به مردم حاشیه جنوب که از محل همت و کمک همه مردم ایران برق ظرفیجی شده رو ما داریم تلاش میکنیم که تأمینش رو برای مناطق جنوبی انشالله اختصاص بدیم و این خب میتواند خبر خوبی باشه برای مردم که نگران نباشن. گرچه امیدوار هستیم که طی 3-4 هفته آینده 4-5 هفته آینده ماکسیموم اساساً بساط این ناترازی‌ها برطرف بشه. این هدیه‌ای که میگه و منتش رو روی سر هموطنان جنوبی ما میذاره این چیه؟ اولا کدوم صرفه جویی؟ ملت برق ندارن که صرفه جویی کنن. دوما وعده سرخرمند میده که تا 5 هفته دیگه تحمل کنیم. 5 هفته دیگه چیه؟ ملت الان توی این گرما برق میخوان. این از وضعیت برق. آب و گاز هم از این بدتر نباشه بهتر نیست. ظلمه، بالله ظلمه، به جان مادرم دارید ظلم میکنید. یه دقیقه اینجا رو نگاه کن، فقط اینجا رو نگاه کن. این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت برق رفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت برق رفته. عرق رو نگاه کن. زن و بچه هامون دارن تو خونه هلاک میشن، خودمون میایم بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم هلاک میشیم. آقا چیکار کنیم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ جون ناموستون یه 2 روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس بکشیم. نگاه کنید ببینید اینا همش مرغ مرده، این گونیا تمامش مرغ مرده. ما را زنگ زدم اومدیم براشون ژنراتور نصب کنیم، گفتم بدون هماهنگی برقشون رو قطع کردن. اینا که 2500 تا مرغ مرده، مرغ داری 100,000 بقیه مرغاشون هم به درد نمیخوره. این انصافه؟ خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح، یعنی ما کلا 4 ساعت آب داریم. هر روز ساعت 8 قطع میشه تا 10 میاد تا 2 قطع میشه تا 4. چون الان آب نداره. 8 شب رفت 8 صبح اومد. بیشتر به فکر مردم باشه. آب داری؟ بله. به خدا حتی بچه‌م نشستم. ببخشید من خودم شخصا خودم دیگه چی میگم؟ آب نداریم کلا. الان یه هفته آب نداریم. آقایون مسئول چه غلطی دارید میکنید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ یعنی من حرومخورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حرومخورترین آدما این 3 تا ادارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرفم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسمت‌بندی کردی. تو شرایط جنگی بچه‌ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین. گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین 1000 بار ما رفتیم، هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتم تو 3 قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود. 14 میلیون بود. یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چه حرف زدیم، بیرونمون کردن. به همین راحتی این لقمه ها چه جوری از گلوی شماها میره پایین؟ خدا وکیلی این چه نونیه سر سفره زن و بچه‌تون میذارین؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمین. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. زمان تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حروم خورین، شماها عادت کردین شکمهاتون از حرام پر بشه، یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه. حالا این رو دیدید، مشکل ولی که یکی دوتا نیست. سر هر موضوعی رو که باز میکنید، سر هر مسئله رو که باز میکنید، کارد به استخون مردم رسیده. حالا ببینید سیاست‌های ارضی رژیم برای حل همین مشکلات چیه؟ من به هیچ وجه مثل برخیات نگران تورم‌های شدید در کشور نیستم. ما انشالله تلاش میکنیم این تورم رو نذاریم که پایدار و خود تقویت کننده بشه. ما بخشی از این رشد نقدینگی به خاطر
تقویت ذخایر ارزی ما بوده. یعنی در واقع نقدینگی بد نیست. یعنی همین الان من که شخصی که اراده نمی‌کنم، سیاستگزار بانک مرکزی اراده بکنه که این نقدینگی رو جمع کنه، با فروش ارز میتونه این کار رو بکنه. این حرف همتی یعنی چی دقیقاً؟ ببینید حرفش یعنی این که دردشون حل مشکلات اقتصادی مردم ایران نیست. اگر بخوان میتونن، ولی سیاست هاشون برای یه چیز دیگه است. حالا ببینید این گرانی ها با مردم چه کرده. امروز جمعه 26 تیر ماه 1405 5 تا موز، یه آب گازدار با یک دونه شیر، یعنی 3 قلم. یه خانواده 3 نفرم هستم من. فکر کن این شد 1 میلیون تومان. یعنی ما فقط از صبح تا شب خانواده‌مون یه آب گازدار با موز و شیر بخوریم میشه 30 میلیون تومان. واقعا شرف ندارید. بزن که خوب میزنی. سیب زمینی گرفتن کیلو 80 تومن. بزن که خوب داریم سرویس میشی. روزی 4 ساعت نه برق داریم نه آب داریم. بزن که خوب داریم میزنی. برین وقتی بلد نیستین، عرضه ندارین، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گم میشین. برین دیگه، مردم به تنگ آوردین. مردم دیگه خسته شدن. پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون، درهای رو مهمان میبندن. شرم بر شما، سفره‌ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین. ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم. ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین. زنان رو به فساد کشوندین، دخترای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه انشالله که خدا او دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو به گردن دارین. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، همونطور که هزاران بار در دفتر تاریخ به ثبت رسیده، حکومتی که به مردم خودش ظلم میکنه به دست همون مردم واژگون میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.